یا رب نظر تو بر نگردد، خدایا تو بساز، تو بسازی قشنگتره. بچه بیا پچیکو. چشم. خسته نباشی. سلام جونم، سلام کاکام. من خانمم بیمارستانه. آخه. ماشینو میخوام بفروشمش. آمو یه سنی ازش گذشته، یه خیلی احترامش واجبه. کیه میخره آجی؟ برو وقتمونه نگیر. خودتو مردید، زنو داره عدستون میره. ولی ناراحتم. چند گفتی آمو؟ این خون لاستیک صافه، تو سری کوچه نمیره. گیربکسش چطوره؟ گیربکس عالی، فقط سه و چارش میزنه بیرون. می چند تا دهنه داره که سه و چارش میزنه بیرون؟ 3 تا. چرا 3 تا؟ یکیش خود 10 سال جا نمیره. موتورش چطوره؟ موتور عالی، روغن فابریک. چرا روغن این خدا زدن عوض نمی‌کنین؟ روغن فابریک دیگه چیه؟ چند تا کارکرد داره؟ فقط جلوی خودم 3 بار کیلومتر صفر شده. جیگرم هم میگی زنم مریضه، معنی 5 تا هم به دردم میخوره. اگر راست کارت وایسا نیست بزندنده. خیلی مردی، زنو داشت عدستون میرفت. یا رب نظر تو بر نگردد. بچه کلید گاف صندوق بیار. چشم. سلام کاکا، خسته نباشی. سلام. من راه به راه دارم بیمارستان میام. خیلی بد نباشه. بعد نبینی کلیه چپم فروختم، میخوام یه ماشین مناسب حالی بگیرم زایات جمع کنم. فقط جون تو یه جوری نباشه که بخو کلیه راستم خرجش کنم، که من دیگه تن دیالیز ندارم. کافر هم دلش نمیاد سرت کلاه بذاره. جیگرت برم. این ماشین میبینی؟ خب 400 تومن خرج ظاهرش کن، اروا پدرم تو کو کارتون جمع کن. الله اکبر. ای کاکا دست بگی بالا، سرم در خون میاد توش. فدای سرت کاکا، مزن چند؟ قابلت نداره قربونت. والا. این هم گفتیم 55 تومن. خواهی لاستیکاش هم خصاف کمترم بده. جیگرت برم، این لاستیک صاف نیست، این لاستیک ژاپن آج از تو. 10 سال برونش، اگه پنچر شد به تو من پولشو بدم. چند تا کارکرد داره؟ 3 میلیون متر؟ دیگه متر کیلومتر جیگرت برم دیگه این روزو نداره. 3 میلیون چی میشه؟ شما 3 میلیون بده تو جیبت، برو تو سر کوچه نداری، درسته؟ درسته. خب خواهم موتورش بگو برام. موتورش کاکا عالی، فقط هر با که بنزینی 4 لیتر روغن میریزی تو سر موتورو که نرم کار کنه. جناب عالی یه مشکل کوچیکی فقط تو گیربکسش داری که باید درستش کنی. خواهی وسایلای گیربکسش گیرم میاد یا نه؟ فراوون. اگر زرنگ باشی همین الان یکش تبریز اوراق کردن، بری برسی وسایلشو بخری. خواهی تا تبریز میبرتم. الان حرکت کنی 5 صبح، تخت حرکت کنی 5 صبح تبریز. خواهی بخاری داره کاکا؟ من کلیه ندارم، تبریز سرد، از سرما بخیام خش